با نام و یاد خدا. بسیار خوشحالم که فرصت دوباره دست داد تا در خدمت شما مخاطبان عزیز باشم. عرض کنم خدمتتون مطالبی که از شما دریافت میکنم و ریاکشن هایی که از شما دریافت میکنم نشان از این داره که در واقع مطالب کانال مورد شما عزیزان قرار گرفته و بدون هیچ چشم داشتی تنها با انگیزه در واقع اشتراک نکته نظرات با شما دوستان عزیز همراه هستیم. دقت کنید که در هر موضوعی هیچ نسخه‌ای برای موفقیت وجود نداره. مؤسسات آموزشی، مؤسسات کمک آموزشی یا مؤسساتی که در حوزه‌های موفقیت تلاش میکنن به زعم من در حال نسخه فروشی هستند، اما ما هیچ نسخه‌ای برای موفقیت نداریم. به زعم حقیر تنها نسخه‌ای که برای موفقیت وجود دارد تلاش، استمرار و تفریح است. شما برای موفقیت در آزمون وکالت یا در آزمون کارشناسی ارشد یا هر آزمون دیگری نیاز به این دارید که کار کنید و مستمراً تلاش کنید. به این نکته دقت کنید که شما یک ربات نیستید، شما یک انسان هستید. شما قرار نیست که در یک روز از 100% بهره‌وری خودتون استفاده کنید. شما نمیتونید که هر روز یک مطالعه مفید و کامل داشته باشید. مسیر موفقیت یک خط صاف نیست. به زعم بنده مسیر موفقیت یک نمودار سینوسی هست. این نمودار زمانی رشد میکنه و زمانی کاهش پیدا میکنه. شما در محور زمان هر روز جلو نمیرید. به این دقت کنید. انسان‌های موفق افرادی بودند که تلاش و پشت کار و استمرار در موضوع داشتند و در کنار این استمرار و این تلاش تفریح داشتند. حتما تفریح رو جزئی از زندگی خودتون قرار بدید. حتما تفریح و استراحت رو جزئی از کار خودتون قرار بدید، جزئی از مطالعه خودتون قرار بدید. داوطلبی که تفریح نداره، روزهای پنجشنبه یا جمعه رو تفریح نمیکنه یا حداقل روزهای بعد از ظهر جمعه رو تفریح نمیکنه، این با خستگی وارد روز شنبه خواهد شد، بدون انگیزه خواهد بود. برای همین حتما تفریح کنید. داوطلب بدون تفریح، کارآموز بدون تفریح حقیقتا نتیجه جز حواس پرتی، نتیجه جز عدم تمرکز و نتیجه جز خستگی روحی، روانی و جسمی نخواهد داشت. برای همین حتما تلاش، استمرار، مطالعه و تفریح رو در کنار هم داشته باشید. انیشتین جمله‌ای داره که میگه کار ضرب در تفریح مساوی موفقیت است. بنابراین تنها نسخه و تنها ترین نسخه پیشرفت شما و موفقیت شما در تمامی آزمون‌ها، چه آزمون استخدامی باشه، چه آزمون وکالت باشه، چه آزمون قضاوت باشه، در همه این آزمون‌ها نسخه پیشرفت شما کار مستمر ضرب در تفریح است که مساوی با موفقیت خواهد بود. نظر من این هست که نیازی به شرکت در کلاس‌های فشرده نیست. کلاس‌های فشرده‌ای که برگزار میشه شما رو خسته میکنه. حداقل برای یک درس یا 2 درسی که در واقع در اونها ضعف دارید در کلاس شرکت کنید. بیش از این در کلاس شرکت نکنید. این شرکت در کلاس ها شما رو خسته میکنه، انگیزه شما رو کمتر میکنه. مطالبی که در کلاس مطرح میشه باعث میشه که شما زمان کافی برای مطالعه سایر دروس رو نداشته باشید. عقیده بنده این هست که بین 30 تا 35-40% زمانتون رو برای قوانین خاص بگذارید. 55-60 یا 65% زمان خودتون رو برای منابع و دروس اصلی بگذارید و توصیه نمی کنم در کلاس خصوصی و آزاد شرکت کنید، مگر اینکه در یک درسی ضعف مبنایی جدی داشته باشید، مثل درس حقوق مدنی یا حقوق جزای عمومی یا اختصاصی. در چنین شرایطی در کلاس درس حاضر بشید. یا اگر در عرض 2 هفته یا در عرض 1 ماه یک درسی رو یک مدرس میتونه جمع کنه، مثلا برای درس اصول فقه در کلاس شرکت کنید. برای سایر دروس شرکت در کلاس‌های آموزشی رو توصیه نمی‌کنم. ثبت نام در مؤسسات کمک آموزشی رو توصیه نمی‌کنم. وقت شما رو خواهد گرفت. شما رو از در واقع شما رو به یک موجود وابسته تبدیل خواهد کرد. برای دیگر موفقیت‌های خودتون این به شما القا خواهد شد که حتما نیازمند ثبت نام در مؤسسات و کلاس‌های آموزشی هست.
ولی حقیقتا نیاز نیست پایه علمی شما و پایه مبنایی شما برای تقویت بشه. برای همین 1 یا 2 درس رو در بهترین شرایط در کلاس شرکت کنید. غیر از این حقیقتا نیازی به شرکت در کلاس ها بنده نمیبینم. حالا شاید شما نظر متفاوتی داشته باشید. در حوزه مطالعه شما باید مستمر باشه، ولی مستمر به این معنی نیست که روزانه 10 ساعت مطالعه کنید. نه، اینطور نیست. یک روز ممکنه شما 2 ساعت مطالعه کنید، یک روز 5 ساعت و یک روز 10 ساعت. سعی کنید زمانهایی که لذت بیشتری میبرید مطالعه کنید. اگر صبحها با لذت بیشتری و علاقه بیشتری مطالعه میکنید، صبحها مطالعه کنید. اگر شبها لذت بیشتری از مطالعه میبرید، شبها مطالعه کنید. از منابع اصلی و قوانین دور نباشید. تعدد و تشسر منابع رو کنار بگذارید. همه اینها باعث شکست شما خواهد شد. رفتارهای افراطی رو کنار بگذارید. روزی 14 ساعت 15 ساعت مطالعه کنید، 2 ماه مطالعه نداشته باشید، اینها رو شما رو آزرده خواهد کرد. مستمرن، آهسته و پیوسته، همراه با مرورهای 3 روزه، مرورهای 5 روزه، مرورهای 1 هفته‌ای، مرورهای 10 روزه، 1 ماهه، با این روندهای مرور مستمرن جلو برید و 100% موفق خواهید شد. ذهنتون رو آروم کنید. بعد از 1 ساعت مطالعه حتما 10 دقیقه 15 دقیقه مطالعه کنید. دقت کنید که کمیت خاص، صرف کمیت رمز موفقیت نیست. در کنار کمیت باید کیفیت هم داشته باشه مطالعه شو. هر مبحثی که احساس میکنید دریافتید و هر مبحثی که احساس میکنید نکات ارزنده‌ای داره، اینها رو یا در یک دفتر یادداشت یا در حاشیه کتاب حاشیه نگاری کنید و اینها رو یادداشت کنید. من در ادامه سعی خواهم کرد، در ویدیوهای بعدی سعی خواهم کرد تله‌گذاری و دام‌هایی که طراحان سوال میتونن طراحی کنن رو با شما در میان بگذارم تا بدونید که طراحان سوال چگونه میتونه شما رو در دام بیاندازن. برای مطالعه بهتر و درک بهتر همیشه به کلمات مثبت و منفی جملات دقت کنید. همیشه به ادات حصر و مستثنیات در قوانین و نص قانون دقت کنید. ببینید چه استثناهایی وجود داره، چه تفاوت‌هایی وجود داره، چه تمایزهایی وجود داره. مواردی رو که احساس میکنید تشابه وجود داره کنار هم بنویسید. قرار رد دسترسی به پرونده از جانب شاکی، قرار رد دسترسی با قرار عدم دسترسی که از جانب متهم هست، اینها رو کنار هم مطالعه کنید و کنار هم یادداشت کنید. اگر مواردی احساس میکنید که در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری شباهت داره، اینها کنار هم یادداشت کنید تا وقتی به اون قانون میرسید اون مورد مشابه رو یا اون مورد متمایز رو هم ببینید و ذهنتون این تمایزها رو تشخیص بده، این تفاوت‌ها رو تشخیص بده و این باعث خواهد شد که در دام و تله سوالات دارای دام نیفتید و پاسخ منفی ندید. و طراح سوال میخواد هوش هیجانی شما رو، طراح سوال میخواد توانایی و کنترل شما در روز جلسه رو تشخیص بده. برای همین اساس در هنگام مطالعه به کلمات مثبت و منفی، ادات حصر، تبصره ها، موارد و مصادیق دقت کنید. به صدر جمله و انتهای جمله دقت کنید. به کلماتی مثل و، یا دقت کنید. اجازه ندید که اگر تفتیش منزل نیازمند حکم قانونی است، با تفتیش خودرو شما را در واقع به اشتباه نندازن. دقت کنید که در ارتباط با مقامات ماده 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری چه تفاوت‌ها و تمایزهایی با اشخاص عادی وجود داره. حکم تفتیش منزل و ورود به منزل مقامات ماده 307 یا 308 با اشخاص عادی چه تفاوتی داره؟ با حکم رئیس قوه قضاییه است یا با حکم رئیس دادگستری کل استان هست؟ چه کسانی اختیار و اجازه درخواست اعاده دادرسی رو دارن؟ اینها رو مطالعه کنید. اینها رو، این تمایزها رو، تفاوت‌ها رو، نکات مثبت و منفی رو یادداشت کنید
و بدانید و اجازه ندید طراح سوال شما را در زمره افرادی که مطالعه کرده اما دقت کافی نداشته قرار نده. بنابراین دقت بیشتر ما، تمرکز بیشتر ما، مطالعه مستمر ما، جلوگیری از تکثر منابع و تعدد منابع ما رو موفق خواهد کرد. مرورهای کوتاه و نزدیک ما رو موفق خواهد کرد. هدر ندادن انرژی در کلاس ها و آموزشگاه های فلان و بهمان ما رو موفق خواهد کرد. موفقیت چه در آزمون وکالت، چه در آزمون های استخدامی، چه در سایر مراحل زندگی، هیچ نسخه‌ای جز استمرار و پشتکار و تفریح و کار هوشمندانه نداره. شما روز 15 ساعت مطالعه کن ولی هوشمندانه مطالعه نکنی، عمر و زمان خودت رو از دست دادی. پس کار هوشمندانه، کار مستمر به همراه تفریح. خودتون رو از حاشیه دور کنید. زیاد با داوطلبان آزمون و وکالت وقت نگذارید. مطالب زیادی رو طرح میکنن، حواشی زیادی رو طرح میکنن، نقاط قوت ضعف زیادی رو تعریف میکنن که ممکنه که انرژی و انگیزه شما رو ضرب در صفر کنه. بنابراین با توکل به خدای متعال، با توجه به منابع روتینی که اکثر اساتید و اکثر داوطلبان موفق معرفی کردن و ما هم در ویدیو منابع آزمون وکالت معرفی کردیم، با اتکا به اون منابع و مطالعه هوشمندانه و مطالعه مفید همراه با تفریح و مرورهای نزدیک 100% در هر آزمونی موفق هستید. در این شک نکنید. اگر مورد دیگری هست، اگر مطلب دیگری هست که نیازمند توضیح بیشتری است، حتما با ما در میان گذارید و کانال ما رو دنبال کنید تا ما بتونیم مطالبی که برای شما مفید هست رو بهتر معرفی کنیم. تا دیداری دیگر شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.